السلام علیکم یار دوستان محترم هواداری کانال. امروز جمعه مرغبازار یکم چسکه. امروز 27 اکتبر است 2023. ماه اکتبر هم علیکه به آخر رسیده است. موسمی بارانی از هر روز 1 ساعت 2 ساعت تا 3 4 ساعت باران گرفته است. کمی هم باشد مشکلات ایجاد کرده است برای مردم پختچین که حوصله غون دارن گفته حرکت کرده ایستادن که خدا کند که هواهای خوب شود و مردم به خوبی پختش از زمین جمع کرده گیرند محصول یک سالی نشه. این روزها باشه روبل روسی در بانک اسحات برابر شده است در پریواد کارت ها 117 سامانی، اما در دست مردم بینیم اگر 114 اولیش کرده ایستادن دوستا. حالا باشه برای شما از نرخ و نواهای مرغ نمیدونم چوجه های دیدن میکنیم دوستو، بخشی که مرغبازار میگیم و بعدا کمی هم باشه از نرخ و نوای محصولات ها رو نیز این چنین برای شما بیان میکنم دوستو. خیر رفتیم میبینیم همین مرغ های زیبا را نرخشون چند سومی باشه دوستو. من اینجا تنگینای دمسشویی و کمسمود شب نگفته روز نگفته در خدمت مردم هستن. همشون خدا دولتاشون زیاد کنه. دویم دفتگی ماشیناشون شمال گذشته ایست. یعنی موکیان 40 سامان بسیدن سامان. اینش چی؟ اینش 60 سامان. کمی حالش از این دیده بهتر بوده است. هیچ این خروس چوجه اینم موکیونه چند شدین؟ این چیلوه چی؟ این چی هم پشماش رختی هم؟ و چی؟ این هم 40 سامان این چوجه چه چندشی دم؟ 30 سومی هر یک تاش. این کلونیش چی؟ اینه 50 گفته یعنی سامانه. ایناش 30 سوم. اینه چوجه سیه که شوربه خروس چوجه میخوره و چوجه رو آمده خریدار کنه در بازار یکم چسکه دوستو. همین که پوش تک شغل میشم میخرم دکنه اینه که ما چندش نه بابا 150 همین دکن 150 سومان است. 150 سومان دکن جنگی بوده. اینه چی؟ اینش 50. این مرغای شما چند چیدن؟ دوایی حجبای نشما چندی کردن؟ هر یک چه چی با اینا چی خصوصیت دارن؟ تخمه کنن؟ این نومی پراد چیزه؟ ریا بوش که نیست که نمین آقا کسی دونت چی پراد است مرغبازو حتما نویسه در کامنتر. منم برای من یک درسیاتی فهم که کدام پراد است همین مرغ بگویم. هر یک 100 سامانی میگن چونکه از حساب پرادش خوب بوده است. اینا شامل شما نه کی کفتر این کیا چوچه کفتر نه که نرخش معلوم نمیده سامانه چوچه چه من 10 سامان خریدم چوچه چه برابری کفتر بوده است. رنگ روز این هم میشونه است که خریدم یکی نمیکنه باشه. یعنی خروس 150 سومان بسیدن با سودا میشه. 150 سودا میشه. این چند شد؟ 60 سومان با ارزون میشه. 60 سومان با ارزون میشه دوستو. این بود برای شما از نرخ نوای این مرغبازار کمی دیدن کردیم دوستو. نرخ نوای بازار چندش ده کشک 4 سومون نه 30 درم لینگ گره 4 سومون بر خاطر زمستانه. این گجا بوده این کشک راه مسچو مردم شرفمند راه خیلی خدمت کردن برای دیار زیبا منظر مسچو. بله
87 85 mana do'stlar. 82 85 marka Volvo 420 هر هفته برس بهش نمی‌تونم بهترین سبزی چند شده آجی؟ سبزی دیده بازار پیش گفتم که 4 سوم با بازار 4 کیلوش ده کرده بهترین شده 5 کیلوش ده لینگوای 5 کیلوش ده سبزی ارزانه بهترین لینگوای 5 کیلوش ده پیاز چند؟ پیاز هم این چی؟ 5 کیلوش ده 2 سومونی بود است بهترین اون 4 کیلوش هندستان لبلبی سرخ دورگی 3 کیلو 10 سومون 3 سومون 30 درمی چه ترک چه شلغم همین نرخ کپوس چی آجی؟ ویتامینا همه 3 کیلوش دهی کپوستو همش تمام بس گپ اجازه نمیتن نور کردن بازار ما تنها همین محصولات رو میگیریم برای شما معین شود که نرخ چند سومیان گفته دهخانه اصیل نرخ انچه ارزان کنه بازار انچه دیده ارزان تا کوجی ملوی کرم 5 کیلو دایی کرد اونجا به 3 کیلوش دایی بود اینجا کمی استر بیان اگر 5 کیلو ده بو بسیار آیان در خونه گیرن اگر خونی حاجی میده خدا خواهد دهخونی 5 کیلوش دایی دوست من خدا خواهد اکسی کردن 6 کیلوش ده کردن خدا خواهد برای دوستو نگه اتک سرامنو ارزون 5 کیلوش ده یاردم کنیم نه منه برداری چیه دیخونی منه او برکی ها خدا کسب کار دیخون برکی ها بور کنید پر رای میکنید بور کنید منه خیشای منه 5 کیل دیدید میمونه برجه فسما منه دی سادت میبینن تو اول ممکی بینم که بردیم اسمو من شما حاجی سلام گوستدیم دوستا دین بیگانی 315 20 گفتیم هنچه ارزان شده 305 و 310 این گو برای گوخور چی 85 سوم کم میکن چی 70 سوم دوستا خواهید دست صاف کنن اگر داری خانهاتون رقم تلفن 93855 داری خانهاتون کلخوزی زرفشان حاجی امیر دست صاف میکنن اکن اگر آوازشو شناختید ما آدمو رو نوار نمیکنیم من کمی استر بیاید اگر 260 سوم من ازیا 270 سوم زمزم دندون من مرا استانه 290 بوال این طرف کمی ارزانتر دوستو دست صاف هم دارن رقم تلفنشون نه رقم تلفن نمیاد چون مخفی است شد دوستو تلفن کار نمیکنه میتونید در این بازار در این بازار عمده خریداری کنید نرخش خیلی ارزانتر دوستو اینا یک گفتی که خوش خبر نه چرا گندم ارزون شد بله